Assalomu alaykum va rahmatulloh. Marundan ahli islom, alhamdulillah. Hisob barobaro zang zastyan shab roz kori masjid Tojmal در گیجوش اومده رسید چی شیدسته کره مسجد رفته سیفته بسیار برادرانی که در مسافرت هستند از شهرهای غربی شب روز و ما زنگ میزنن میپرسن کره مسجد چی شیدسته. الله مهربان این برادرانی که تا امروز با ما یک جای حرکت کرده دستگیری که اومدن، الله مهربان همه راضی شده باشد. اگر تیار باشید یک منظره زیبا را نشان میدیم که برای شما در یگان جا از منظره ننده تیار باشید. مرحمت باور میکنین کسی که یک دنجه غیش میمونه یک غیشت تیلا را در جنت منتظر شود انشاءالله خدا خواهد، چون که این همش پاداش خدا خواهد. کسی که در دنیا مسجد میسازد در جنت قصرش میسازد، پادشاهانش این قصره که نه چشم دیده انشاءالله نه در خاطر گذشتگی و کدامشون سخن از کدام وطن باشدم قطعی از تاجیکستان می قرقیزستان می یمکن سال قزاقستان می کجایی که باشدم انشاءالله به یک دولت های مکمل به خاندانش برگشتن اعلی اله نصیبش بدارد. در قطاری ها ما و شما غریبانم. دم غنیمت از زانی من آدم غنیمت. اینم بعدی 3-4-5 ماه بعد یه دروازه سخوات ما می پوشیم. کسانی که داد الله میتیش، کسانی که نداد و یار هم الله بتیاد. ما هیچ کس دعای بد نمیکنیم. کسی که خدا خواهد میتید نمیتید انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی وای هاندم بتید وای هانم خدا خواهد دولتش زیاده کند. نکی بعد پشیمانی دارد. روزی میاد که قیامت نزدیک شود. اگر این چیز ما یک تلف بایدم پا افتادم قیامت نزدیک شود آدم ها همه را خدا بای میکنه. آدم ها بایگیش دردش برداشته می اومده است. برادر همین قبول کن دعا کن میبخشی. دیروز محتاج بودم می آوردی میگرفتی، امروز اگه محتاج پلیت نیست روزی میشید. امروز ما محتاجیم انشاءالله خدا خواهد. امروز ما محتاج آباد خناب محتاجیم. امروز انشاءالله خدا خواهد کسانی که دستگیری میکنند الله و یارو دستگیری کند. الله خدا خواهد دو دنیا کسی که در اینجا خدمت میکنند من برادر خدا شب و روز در خدمت هستند. الحمدلله تا که خانه را آباد کنیم با یک روی سرخ پیش الله نم پیش قوم عزیز نکی هر گونه بهتان و تهنها میشنویم از قوم و جمعیت. من خفه نیستم انشاءالله. نست جنگل بیخیس و خوب نیست. در جنگل همش از روبا هم از همش از همش نه آفرین کی چی کند مکافات چه الله میکرد انشاءالله خدا خواهد. زی نیکی نیکی روید زی بعدی روید.